اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره مبارکه را که ما شما قبلا شروع کرده بودیم، سوره را به نام الاعراف میگن و در قسمت اعراف علما میگن که یک فاصله هی است که بین جنت و دوزخ می باشه و جمع عرف است. عرف در زبان عربی مکان مرتفع را میگن، یک چیز مکان بلند، و از اونجا همو جاهایی که از او کده پایین تر است و به خوبی دیده میشه. معنای از او در این آیت شریف یا در این سوره مبارکه که الاعراف میگه و حال آیات میگه درباره الاعراف که یک فاصله که در بین جنت و دوزخ می باشه. بعضی از اشخاص هستند یا ملائکه هستند یا پیغمبرها هستند یا مؤمنین هستند یا در امی اعراف می باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بینهما حجاب، و بینهما و در میانشان، یعنی در میان جنتی ها و دوزخی ها، حجاب یک پرده است. و علی الاعراف و در بالای یا در سر اعراف، یعنی راهی که میان جنت و دوزخ است، رجال اشخاص می باشند. وقتی که کلمه رجال استعمال میشه، این زنها و مردا در مجموع کل شامل میشن، یعنی مؤمنان می باشند که یعرفون کلا بسیماهم، یعرفون که میشناسند کلا همه را بسیماهم به چهره هایشان. جنتی ها را هم میشناسند، دوزخی ها را هم میشناسند. و نادوا و آواز میکنند. به کی آواز میکنند؟ به اصحاب الجنتی، به جنتی ها. ان سلام علیکم، که سلامتی باد بالای شما. لم یدخلوها، که خود از اینا هنوز داخل نشدن. و هم یطمعون، در حالی که اینا طمع، یعنی بی جنتی ها امید میکنن که انشاءالله ما داخل جنت میشیم. و اذا صرفت ابصارهم، و وقتی که برگردانده میشود چشمایشان، تلقا اصحاب النار، به طرف دوزخی ها، باز قالو میگویند ربنا، ای پروردگار ما، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ما را به همراه قوم ظالمان مگردان، یعنی ما را در جمله از اینا قرار ندی. و نادا اصحاب الاعراف، و ندا میکنند مردمانی که در اعراف هستند، رجالا، یک تعداد اشخاصی را که اینا دوزخی ها هستند، اینا رهبرای کفر بودن، طواغیت بودن، رهبرای احزاب بی ایمانی و کفری بودن. اینا را میشناسن، مردمای مشهوری هستند. این رئیسای احزاب، کلانها و امو بزرگهایی که ادعای کفر میکنن، اینا را میشناسن. از چی میشناسن؟ یعرفونهم بسیماهم، اینا را با علاماتی که خاص اونا کافرها در روز قیامت می داشته باشن. بر از اونا چی میگن؟ قالو میگویند ما اغنا عنکم جمعکم، فایده نکرد بر شما او گروه ها و جماعت ها و احزابتان، او پیروایی که شما داشتین، او مجالس و محافلی که داشتین، این پیروا و مالی که شما جمع کردین، یا بر شما هیچ فایده نکرد. و ما کنتم تستکبرون، و با آنچه که شما تکبر میکردین بر مخلوقات الله، تکبر میکردین، آیا بر شما کدام فایده نکرد؟ یعنی از پیش از اونا سوالهای توبیخی میکنن، سوال توبیخی، استفهام توبیخی، که شما فایده کرد براتان؟ چه شد احزابتان؟ چه شد گروهایتان؟ چه شد پیروانتان؟ اهؤلاء الذین اقسمتم، باز بر از اونا میگه که در مقابلشان اونجا مردمای مسلمان هستند، مؤمنای هستند که در دنیا اونا عاجز بودن، ناتوان بودن، ضعیف بودن، و اینا همیشه برشان میگفتن که شما یک تعداد مردمای بیفهم هستین، ما قسم میخوریم که شما هیچ فایده نمیکنین. اینا برشان میگه که اهؤلاء، آیا امی مؤمنای بودن، الذین، کسانی که اقسمتم، شما قسم یاد کردین که لا ینالهم الله برحمه، که الله متعال بر از اونها هیچ رحمت نمیفرستن. همین مؤمنای ضعیفی که بودن، ای به خاطر توبیخ است بر از اینا.
بر زمین صاحبای کفر یا امیر رهبرا میگن که شما همیشه تمسخر میکردین بالای مسلمان های ضعیف. ادخلوا الجنت، بر زنا الله متعال میگه که شما مسلمان هایی که این کافرها سر شما مسخرگی میکردن، استهزا میکردن، شما را اذیت و آزار میدادن، ادخلوا الجنت، داخل شین به جنت، لا خوف علیکم، هیچ ترسی بالای شما نیست، ولا انتم تحزنون، شما هیچ جگرخونم نمی باشین. آل دوزخی ها وقتی که جنتی ها را میبینن و در جنت امو مقامات میبینن و خود دوزخی ها در حالت خراب و تشنگی قرار دارن و نادا و صدا میکنن اصحاب النار، اهل دوزخ. کی را صدا میکنن؟ اصحاب الجنت، جنتی ها را صدا میکنن که او جنتی ها ان افیدوا علینا من الماء، پرتین بتین یا کمک، افیدو یعنی روان بکنین یا بیندازین، من الماء، از امو آبی که پیش شما هست، او مما رزقکم الله، یا از چیزی که الله برتان رزق داده خیر است، امو باقی ماندایشه، امو چیزایشه بر ما پرتین. قالوا، بر از اینا گفته میشن، میگوین برشان که ان الله حرمهما، الله متعال هم نوشابه های جنت هم خوردنی ها و میوه های جنت حرام نموده است علی الکافرین، بر کافران. کافران کدام مردم ها هستن؟ آل تشریح میکنن که کافرای حقیقی بیدینایی که مستحق دوزخ میشن کدام مردم هستن؟ خود قرآن تشریح میکنه و میگه الذین، او کسانی هستن که اتخذوا، گرفتن، دینهم، دینشان را، لهوا و لعبا، وسیله لهو و لعب، ساعت تیری. او دینی را که الله بر اینا واجب کرده بود که باید در اونجا عبادت میکردن، اصلاح میشدن، دیگرها را اصلاح میکردن، تقوا میکردن، این را وسیله لهو و لعب خود گشتاندن. دین ساتیری ساختن، دین مجلسای ساتیری بر خود جور کردن. گاهی میگفتن که مثلا چک چک میکردن، گاهی میرقصیدن، مکاع میکردن، تصدیه میکردن، لباسهای خود دور میکردن، اوریان. حالا ما شما ببینید بسیاری کسا هست اما مجلس دینداری به یک مجلس فسق و فجایع مبدل میشن. نکاحی که سنت است در مجلس از سعی کنید یک تکه مجلس ساتیری و رقص و اختلاط و بی‌حیایی است. مجالسی که برای عبادت و ذکر میگیرن او را سهل کنین که رقص است و خیز انداختن است. الله متعال میگه اینی کسایی هستند که کافرا حقیقی کسایی هستند که سر دین رشخند میزنن. الذین اتخذوا دینهم، کسانی که دین خدا گرفتن چی؟ لهو و لعب، وظیفه وسیله لهو، سرگرمی و لعب، ساتری. و غرتهم الحیات الدنیا، و اینا را مغرور ساخت زندگی دنیا. الله متعال میگه فالیوم ننساهم، امروز اینا را فراموش میکنیم. اینجا از معانی نسیان در زبان عربی چی است؟ ترک و اهمال است. یعنی اینا را ما ترک میکنیم، در فکر و در قصهشان هیچ نمیشیم. امروز همین قسم که یا بیدینی میکردن، قرآن و سنت ترک کرده بودن، فراموش کرده بودن، بی تفاوت در مقابلش بودن. الله متعال میگه اینمی قسم ما اینا را فراموش میکنیم. کما نسوا لقاء یومهم هذا، مثل که اینا فراموش کردن ملاقات امروز خدا. و ما کانوا بآیاتنا، و به سبب آنچه که بودن به آیات قرآن یجحدون، چی میکردن؟ جحد و انکار میکردن. الله متعال آل تهدید میکنه بیدینان به ای که شما کسای بیدینی بودین که برتان کتاب مفصل با علم و هدایت و رحمت برتان فرستاده شده بود. ولقد جئناهم، الله متعال یقینا که ما فرستادیم یا آوردیم برشان چی؟ به کتاب را که فصلناه، که او را بسیار تفصیل داده بودیم، علی علم، به اساس علم، و هدن، و به اساس هدایت. الله متعال میگه ولقد جئناهم بکتاب، یقینا که آوردیم برشان کتابی را که فصلناه علی علم، که او را تفصیل داده بودیم. با چی؟ با علم. کتابی بود که ای در این تمام علم عقیده، علم اخلاق، علم معاملات، تمام از اینا بود. و هدن و رحمت، ای کتابی را که الله متعال میگه ما برشان روان کرده بودم، در چی بود؟ در ای هدایت بود، رحمت بود. لقوم یؤمنون، برای قومی که اینا ایمان داشتن.
لکن با وجود از این هم یا منتظر چی بودن؟ منتظر از این بودن که برشان عذاب بیاید، برشان کدام سختی ها را حقیقتا به چشم خود ببینن. باز هل ینظرون، آیا اینا انتظار میکنن الا تعویله، مگر سر انجامشان را، یعنی تعویل قرآن یا عاقبت جزا را، و یا ای که منتظر هستن به ای که بعث ببینن، حساب ببینن، میزان ببینن. اصلا میگه این سخن در چی شده؟ این حقیقتا جاری مجرای تهدید است که تهدید میکنه اینا را که شما منتظر از این گپا هستن که کل هزی را ببینن. و الله متعال میگه یوم یأتی تعویله، باز او روز که امو تعویل از او یعنی فیصله به او، عاقبت ای که وعده داده برشان، ای باز برشان آشکار شوه. باز چی میکنن؟ باز یقول الذین نسوه، باز کسانی که قرآن و سنت فراموش میکنن، من قبل فراموش کردن قبلا، باز چی میگن؟ باز میگن قد جاءت رسول ربنا بالحق، یقینا که پیغمبرای الله به حق آمده بودن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، باز چی میگن؟ آیا هست برای ما کدام شفاعتگرانی که برای ما شفاعت بکنن؟ او نردو، یا بازگردانده شویم، فنعمل، یعنی ما رو دوباره وقت داده شویم که ما پس به دنیا بیم، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، باز ما عمل بکنیم به غیر از اون چیزی که ما عمل میکنیم. قد خسروا انفسهم، الله متعال میگه اینا ضایع کردن، خسران کردن، نقصان کردن، یا از دست دادن، ضایع کردن نفسهای خود را. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، و ضل عنهم ای غاب عنهم، گم شد از پیششان چی؟ ما كانوا یفترون، آن چیزی که افترا میکردن. امو رهبرایشان، شریکایشان، بتهایشان و مخلوقات را که اینا بغیر از الله میتلبیسن، کل از اینا از پیش از اینا رفتن. ان ربکم الله، الله متعال ربوبیت خدا بیان میکنه، توحید بیان میکنه، توحید ربوبیت که ان ربکم، یقینا رب شما، الله الذی، او ذاتی است که خلق السماوات والارض فی 6 ایام، که خلق نمود آسمان ها و زمین در 6 روز. ثم استوى، سپس استوا نمود، علی العرش، قرار گرفت، علی العرش، بالای عرش. اینجا در قسمت استوا فکرتان باشه، در قسمت استوا اینجا بعضی ها در اشتباه رفتن که این تعویلات مختلف کردن. یک تعداد هستن به نام معوله که اونا تعویل میکنن و میگن کلمه استوا را ما تعویل میکنیم به استولا و به فلانی. و یک تعداد دیگه هستن که اونا کلمه استوا را تشبیه میکنن با استوای مخلوقات، اونا را مشبهه میگن. عقیده صحیح اهل سنت، عقیده صحیح قرآن و سنت که رسول الله صلی الله علیه و آله، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله اینا داشتن، این بود که اونا میگفتن، اونا تعویل نمیکردن، اونا معنایی که قرآن است رو میفهمیدن، تعویل نمیکردن، تحریف نمیکردن، تشبیه نمیکردن و او را انکار هم نمیکردن و تعطیلش نمیکردن. پس اینا چند فرقه پیدا شده. یک فرقه از به نام معوله. معوله که میگن کسانی که اسما و صفات الله را تعویل میکنن که نه والا ما این اسم این قسم میگیریم این میگیریم، این معوله میگن، یعنی تعویل کننده ها. اصل عقیده چیه است که لا نعوله ولا نحرفه، تحریف هم نمیکنیم، ولا نشبهه، تشبیه هم نمیکنیم صفات با صفات مخلوق، ولا نعطله، تعطیل هم نمیکنیم بگیم این قسمی نیست. متوجه هستین؟ اینجا مردم ها هست، بعضی ها معوله هستن تعویل میکنن، بعضی ها مشبهه هستن که اسما و صفات الله را تشبیه میکنن با اسما و صفات مخلوقات، یا را مشبهه میگن، تشبیه میکنن العیاذ بالله خالق با مخلوق. این هم غلطی و گمراهی است. یک گروه دیگه محرفه هستن که تحریف میکنن، تعریف میکنن کلمات، مثل که علمای بنی اسرائیل تحریف میکردن، در اینجا هم بعضی کلمات حرفایش و معنای زیر تحریف میکنن. و بعضی ها معطله گفته میشه که میگن نه صاحب ما ید در قرآن آمده ما دست نمیگیریم مانا، یعنی به این مانا که دست نیست، این صفت بیخی چی میکنن؟ تعطیل میکنن، یا را معطله میگن. متوجه هستین؟ یا را معطله میگن. و یک تعداد مردمای دیگه هستن که اونا محرفه، معوله، مشبهه، این فرقه ها هستن. آل عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده پیروان قرآن و سنت در این راستا چی هست؟
ایره ما و شما خب میفهمیم از علمای بزرگ اسلام، یکیش امام ابو حنیفه رحمه الله است، یکیش امام شافعی است، یکی امام مالک است و یکی امام احمد ابن حنبل. از اونا وقتی که روایات آمده، یک کسی آمد پیش امام مالک، برای امام مالک گفت که امی استوای الله بر عرش چه قسم بود؟ امام مالک در جوابش گفت که استوا معلوم است. چی معنای کلمه استوا در زبان عربی معلوم است که به معنای قرار گرفتن است، اما الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. امام مالک برش یک قاعده را بیان کرد که در اسما و صفات الله، وقتی که شما در صفات الله میین، صفات الله با معنایش معلوم است. ید معلوم است به معنای دست، وجه معلوم است به معنای رو، استوا معلوم است به معنای قرار گرفتن. در زبان عربی کلمات واضح معلوم است. کیفیتش مجهول است. چرا مجبور به علم غیب الله میشه، مربوط به علم غیب الله میشه؟ بنابراین چیزی که مربوط به علم غیب میشه در این کیفیت شما گپ زدن نمیتونیم. چه قسم است؟ ما میگیم که کیفیت شما نمیدانیم، کیفیت داره. عمو قسم هست و عمو قسم کیفیت داره که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ مربوط غیب است. چرا ما انسان ها برای محسوسات از حس استفاده میکنیم، برای معقولات از عقل. این صفات که از شامل محسوسات معقولات نیست، این شامل غیبیات است. در غیبیات اکتفا میکنیم به قرآن و سنت. از این خاطر گفتن که الاستواء معلوم. امام مالک رحمه الله این قاعده را داد که وقتی مسئله بحث صفات الله میشه، شما ببینید که این صفت معلوم است، معنایش میفهمیم، کیفش مجهول است، کیفیتش نمیفهمیم کیفیت نداره. یعنی وقتی که الله متعال ید دارد، دست دارد، دستش حتما کیفیت داره، لکن ما کیفیتش نمیفهمیم، پیش ما مجهول است. چرا مجهول است؟ به خاطر که مربوط علم غیب الله است. اکس پرسان میکنه چه قسم است؟ میگیم کما یلیق بجلاله و عظمته، امو قسم که شایسته الله است. متوجه هستین؟ والایمان به واجب، چون در قرآن آمده، چون در سنت آمده، واجب است که تو باید به این آیات قرآن ایمان داشته باشی که ید الله فوق ایدیهم، ایمان داشته باشی که الرحمن ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى. باید به این آیات قرآن ایمان داشته باشی و به می کلماتی که آمده با معنایش ایمان داشته باشی. خلاص. و السؤال عنه بدعه. امام مالک خود سوال کردن و بحث کردن در این مسئله چی است؟ بدعت است. چرا بدعت است؟ به خاطر کسی که در غیبیات که مربوط علم غیب الله میشه بحث میکنه به نتیجه نمیرسه. متوجه هستین؟ باز اگر تی بحث کرد، مثل که فلاسفه و متکلمون بحث کردن، باز خیسن از عقل خود تشبیه ها و گپا را آوردن، باز بالاخره تحریف کردن، تعطیل کردن، تشبیه کردن. از این خاطر گفت که والسؤال عنه بدعه. سوال از این چی است؟ خود همین سوال کردن در این راستا بدعت است. شما هیچ بدعت کاری نکنین. یعنی بدعت کار عقیده چی است؟ که در مسائل غیبی مداخله میکنن. مثلا یک نفر میگه این مرده در داخل قبر چه قسم عذاب میبینه؟ ما میگیم در قرآن و سنت ثابت است که مرده در بین قبرش عذاب میبینه، لکن امو مرده که در پالیش هم است عذاب از این حس کرده نمیتونه. ما هیچ حس کرده نمیتونیم. چرا؟ به خاطر مربوط غیب است. حالا اگر ما عذابی که بالای عظیمیه این حس بکنیم و این بر ما معلوم شود که چه قسم عذاب میبینه، خب هیچ کافر نمیمونه. باز الذين یؤمنون بالغیب، بازی چی بشه؟ بازی از بین میره دیگه، اون آشکارا شد. از این خاطر در مسائل غیبی یا از این خاطر علما میگن. امام ابن جزی یک عالم است، او چی میگه؟ میگه از امام ابی حنیفه رحمه الله، از امام جعفر صادق رضی الله عنه، از حسن بصری رضی الله عنه، میگه از نیز مثل سخنان امام مالک روایت شده. یعنی اونا کلشان امی سخنان امام مالک چی میکردن؟ اونا کلشان تایید میکردن و کلشان امی گپا میگفتن که الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اینمی قاعده را برشان میداد. علامه ابن ابی العز حنفی، اگر شما عقیده میخوانین، کتابی که در بین احناف است و این کتاب اگرچه عالمش حنفی است در مسائل فقهی، اما عقیده احناف شافعی و مالکی و حنبلی و اینا عقیدهشان کلش یکی است. از این خاطر این کتاب بسیار معتبر است در بین کل مسلمان های جهان. ایره میخوانن. کتاب علامه ابن ابی العز حنفی به نام شرح عقیده طحاوی است. ایره کس بخونه باز این عقیده را بسیار دقیق بیان میکنه. این عالم میگه والامر فی ذلک کما قال الامام مالک رحمه الله، میگه حکم ازی امی قضیه که از در صفات الله، اینمی قاعده هست که امام مالک رحمه الله گفتم. صاحب
البحر المدید چی میگه؟ میگه صحابه کرام در مورد استوا سخن نگفتن و هیچ دوی باره گپ نمیزدن، بلکه خاموش بودن. به همین علت امام مالک گفت سوال در این مورد چی است؟ بدعت است. چرا صحابه در این باره جر و بحث در مسائل غیبیات نمیکردن؟ متوجه هستین؟ خب علامه علاءالدین ابن محمد ابن عابدین، ابن عابدین یکی از علمای بزرگ احناف است که حاشیه ابن عابدین که شما بخوانین علی الدر المختار، ای در بحث متشابهات میگه گذشتگان امت به تمامی این امور مطابق معنای آن چنانچه الله و رسولش اراده نموده بودند ایمان داشتند، بدون اینکه حقیقت آن را مطالبه نمایند تا اینکه الله از حقیقت آنان را آگاه سازد. پس امام ابن عابدین که یکی از بزرگای احناف است و کتاب از این کتاب معتبر است در نزد از اینا، این میگه که در این مسائل کس ما زیاد جر بحث نمیکنه، مثل که بزرگای دین در این بحث نمیکردن. پس در مسئله الرحمن و علی العرش استوى، الاستواء معلوم و الکیف مجهول و السؤال عنه بدعه و الایمان به واجب، اینمی قاعده است. خب یخش میپوشند الله متعال میگه چی قسم میپوشند؟ یخش میپوشند اینجا التخطیه تو میگه گرفته شده برای چی؟ برای ازاله، یعنی از بین میبرد اللیل النهار، یعنی شب را با روز، روز را با شب. وقتی که شب میره روز میره، وقتی که روز میره شب میره. یطلبو حسیسا که هر کدامش طلب میکنن او را چی؟ حسیسا، حسیس به معنای سریع شتابان. و الشمس و القمر و همچنان الله متعال خلق کرد آفتاب را و القمر و مهتاب را و النجوم و ستاره ها را مسخرات به امره، که تمام ازیا مسخر هستند به امر الله. چی مانا؟ تابع امر الله هستند. اگر آفتاب برای انسان ها مسخر نمیشد شاید کل بشر در یک لحظه در میداد. شما اگر از نگاه ساینسی برین آفتاب مطالعه بکنین و ببینین قوت حرارت ازیره و درجه حرارت ازیره از نگاه ساینسی مطالعه کنین و باز بین شما مثلا امیر ببینین که به انسان ها چه قسم میرسه. الله متعال را مسخر ساخته که در زمین انسان ها زندگی کنه. آفتاب امو انرژی لازمه بر انسان ها میته، لکن اینا را هلاک از بین نمیبره. الله متعال میگه آفتاب خلق کرد، قمر مهتاب خلق کرد و نجوم ستاره ها را خلق کرد. همه از اینا را مسخرات تابع و فرمانبردار هستند به امره، به امر الله. الا له الخلق والامر. اینجا یک موضوع اعتقادی دیگر را میگم. موضوع اعتقادی دیگه ای است که آگاه باشید، الا آگاه باشید، له که خاص بر الله هست. چی؟ دو چیز. الخلق و خلق کردن، الله خلق کننده هست، پس مخصوص الله هست خلق کردن. تمام مخلوقات کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. تو را دختر کی میته؟ پسر کی میته؟ اولاد کی میته؟ الله هست. شما نرین دست دعا به بارگاه مخلوق بلند نکنین که تو برای ما بچه یا دختر بتی، چرا که خلق کننده الله هست. و الامر چی را میگه؟ و امر میگه انال امر. اینجا علما میگن که خلق نمودن با امر الله چی است؟ فرق میکند. و عطف به معنای مغایرت است در صورتی که کدام قرینه تشابه نباشه که اینجا نیست. بنان الله متعال خلق کننده مخلوقات است و امر کننده به اوامرش است. اوامر الله قرآن و سنت است. از این خاطر علما عقیده دارن، عقیده صحیح قرآنی همی است که قرآن مخلوق نیست. الا له الخلق، خلق علایده گفته شده، خلق مخلوقات، و امر الله چی؟ علایده گفته شده است. به این خاطر کسایی که میگن که العیاذ بالله قرآن مخلوق است، معتزله یک فرقه بودن، بعضی ها هم این میگه فرقه گمراه هستند، چون قرآن کلام الله است، این در مخلوقات داخل نمیشه. پس الله خلق کننده هست و امر کننده هست. آنچه را که خلق میکنه خلق میکنه و آنچه را که چی میکنه؟ امر میکنه، امر میکنه. پس امر که از کلام الله هست. تبارک الله، بسیار عالی هست یا با برکت است الله متعال که رب العالمین، که پروردگار عالمیان است. آل الله متعال یک موضوع اعتقادی و ادبی دیگه بر شما میگن. اول این است که ادعو ربکم. اینجا امر از در مسئله عقیده. ادعو مثل که میگه اعبد الله، شما الله را عبادت کنین. چون بعضی مردم ها با وجود از اینکه عبادت الله را میکنن، اشتباهشان چی میباشن که در پالوی عبادت الله بعضی اوقات دست دعا را به بارگاه کی بلند میکنن؟ مخلوق میکنن. الله متعال امر میکنه که شما ادعو ربکم. ادعو ربکم یعنی شما دست دعا بلند بکنین، زبان دعا را برای کی باز بکنین؟ برای ربکم، بر ربتان که الله هست. ادعو ربکم. این یک ادب است
و یک امر است. پس وقتی یک کسی دست دعا را به غیر الله بلند میکنه، هم عقیدهش خراب شد، هم عملش خراب شد. عقیدهش به خاطر از این خراب شد که غیر الله را در عبادت الله شریک کرد، و عملش خراب شد به خاطر از اینکه نافرمانی الله را کرد. این فاسق شد، خارج شد از اطاعت الله. چرا الله میگه ادعو، بطلبین، دعا بکنین، دست دعا بلند بکنین به بارگاه کی؟ ربکم، خالقتان، رازقتان، خلق کننده تان که ربتان است. این حال ادب دیگه در دعا. پس ادب اول دعایی است که باید این دعا خاص برای الله شود. کسی که به غیر الله دست دعا بلند میکنه، این در مقابل الله بیادبی میکنه. دوم چی است؟ دوم ادب دعا است که تضرع. وقتی که دعا میکنی، بعضی کساسی قسمی دست خدا گرفتی طرف سهل داره، اللهم اغفر لنا، این خود تضرع بکو، گریه بکو، عاجزی بکو، بسیار پیش الله خدا ذلیل بساز. از این خاطر الله متعال میگه دوم ادب در دعا چی است؟ که باید با چی باشه؟ با تضرع باشه. تضرع چی معناست؟ فهمیدی یا نه؟ با تذلل و اصرار، با امرای ادب به امرای الله. دیگه سوم ادب دعا چی است؟ که خفیه. قرآن میگه که شما دعایتان چی بکنین؟ مخفی بکنین. چرا که الله متعال صدای تو را میشنوه. چیغ نزن، صدای تو بالا نکو، فهمیدی یا نه؟ بلکه خفیه، با تضرع، با عاجزی. اول دست دعا را به بارگاه الله بلند کو، دوم خودت عاجزی داشته باش، سوم زبان بسیار مخفی دعا کرده برو، بین خودت و بین الله باشه. اخرج البخاری و المسلم، امام بخاری و مسلم یک حدیث در این باب بیان میکنه. ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگه کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی سفر، ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفر بودیم. فجعل الناس یجهرون بالتکبیر، مردم چیغ میزنن که الله اکبر الله اکبر. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، شما رحم کنین بالای نفسایتان. این چی کار شروع کردین؟ انکم لستم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا، شما او کسی را که نمیشنوه و یا غایب است، شما خود طلب نمیکنه که چیغ میزنی برش. چی خودم برای یک کسی که نمیشنوه میزنه، یا یک کسی که دور است از تو، غایب است، باز چیغ میزنی که صدای تو را بشنوه. الله متعال هم سمیع و علیم است و هم برای شما قریب است با علم خود. دیگه انکم تدعون سمیعا قریبا، رسول الله صلی الله علیه و گفت که شما دست دعا بلند میکنین، زبان دعا باز میکنین برای ذاتی که او سمیع است، میشنوه. اما سمیع است، شنیدن الله مثل شنیدن ما و شما وار نیست، تشبیه نمیکنیم. الله متعال سمیع است، میشنوه و قریب است برای ما و شما، و قرب الله را هم تشبیه نمیکنیم با قرب مخلوقات. پس و هو معکم، و الله به همراه شما هست. موجودیت الله به همراه ما به اساس علمش است. این الله متعال به همراه ما و شما هست، سمیع هست، مجیب است، میشنوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم است، یعنی متفق علیه است. پس شما چرا چیغ میزنید در دعایتان؟ یکی از ادب در دعا چی است؟ که دعا باید چی باشه؟ ذکر الله و دعای الله چی باشه؟ مخفی باشه، بین خودت و بین الله باشه. الله از حالت تو، از قلب تو، از زبان تو، از کل چیز باخبر است. از این خاطر میگه که الله متعال باز میگه که انه لا يحب المعتدین. این چهارمی ادب است که الله متعال کسایی که اعتدا نمیکنن اونا را دوست داریم. ادب در دعا مراعات میکنن، الله اونا را دوست داره. کی را دوست نداره؟ معتدین. معتدین کی هستن؟ الاعتداء فی الدعاء انواع. میگه اعتدا در دعا قسم است. بعضی کسا دعا به معصیت میکنن، بعضی بدوا میکنن، بعضی کسا مثلا در دعای خود الفاظ زشت میگن، بعضی کسا چیزایی را تقاضا میکنه که اون مستحیل و محال است. یک نفر میگه این اعتدا در دعا است، پروردگار برای ما پیغمبری نصیب کو، پیغمبرا برای ما دیگه فلانی چیزا. این حال چیزایی را که این حال کلش چی میگن؟ یا مثلا صدا بلند کردن، یا مثلا عدم تضرع، یا دست دعا به مخلوق بلند کردن، یا به بارگاه و دربار و قبر مخلوق دست خدا بلند کردن. این کلش اعتدا هست در چی؟ در دعا. و الله متعال میگه انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و شما فساد نکنین در زمین بعد از اصلاحش. ودعوه، یعنی اگر شما این کارا را میکنین با اینمی دعاهای شرکی و با اینمی تجاوزتان شما فساد در زمین میکنین. الله متعال میگه ولا تفسدوا فی الارض، و فساد نکنین در زمین بعد اصلاحها، بعد از اصلاحان. ودعوه. دیگه چی ادب دعا هست؟ ادب پنجمی. سعی کنین چند ادب داره دعا. ادب پنجمی است. ادب پنجمی چی است؟ ودعوه خوفا و طمعا. یعنی دعا وقتی که میکنی باید در قلب تو چی باشه؟
هم خوف باشه هم طمع باشه. تو نیست که وقتی دعا میکنید کلش طمع باشه که برای من ایره بته. نه، مسلمان در بین خوف و رجا زندگی میکنه. میترسی از عدالت الهی، میترسی از عدم قبولیت دعایت، میترسی از اینکه مرا اعمال مرا الله قبول نکنه، از این خاطر باید با خوف باشی. و همچنان بعضی کسایی که خوف ندارن دعا میکنن، اینا را هم دعایشان الله قبول نمیکنه، بیادب هستن. و بعضی کسا وقتی که دعا میکنن کلش ترس حساب میکنن، هیچ امیدوار نیستن، الله دعای از اینا را هم قبول نمیکنه. پس باید هم از عدالت الهی بترسی و هم بر رحمت الهی چی باشی؟ امیدوار باشی. و الله متعال میگه این ادب دیگر هم یاد بگیرین که او ادب دعا هست که الله را دعا بکنین بین چی؟ خوفا، از روی ترس میترسی که نشه که دعای ما قبول نشه، عبادت ما قبول نشه، عقیده ما قبول نشه، عمل ما قبول نشه، عبادتی که من میکنم در ریا باشه، در چی باشه، مثلا خودسازی باشه، نیت ما خراب شه، میترسی از کل از اینا. و در پالوی از این طمع داری که الله رحمان است، الله رحیم است، الله غفور است، الله تواب است، الله بخشاینده است، من بنده عاجز الله هستم. ان شاء الله که الله متعال به اساس رحمت خود، به اساس مغفرت خود، به اساس یک صفت تواب داره، توبه ما بیچاره مسکین عاجز گناهگار، الله متعال قبول میکنه. این یقین داشته باشین که رحمت الله قریب، بسیار نزدیک است، من المحسنین، از انسانهای محسن. انسان محسن کی است؟ اونمو است که شرایط ادب در دعا را و شرایط ادب در عبادت کلش مراعات میکنه. بعضی کسا نماز میخوانن و بسیار بی‌ادبی، این محسن گفته نمیشه. بعضی کسا هستن، شما وقتی که اونا رو ببینین، مثلا بعضی کسا را سهل کنین، وقتی که پیش یک رئیس میره، پیش یک وزیر میره، پیش یک شخص میره، بسیار لباس منظم، بسیار خود عطر میزنه، خوب خود جور میکنه، سر روی خود جور میکنه و پیش از او که میره خوب بسیار احترام میکنه، گپای خود بسیار آهسته بسیار با ادب میگه. صحیح نه؟ اما وقتی که در نماز میه، لباسایش خراب، کت زیر درشی، کت لباس خو، مویای جنگل رویش بسیار همت گدوات، چهرهش خراب، حتی بوتایش بوی میته، وقتی که سجده میکنی پیش سرش سهل میکنی، پایایش همت گنده بوی میته، دان خدا مسواک نکرده، برس نکرده، قواریش سهل کنی، کلش بی ادبی هست در عبادت. متوجه هستین؟ وقتی که نماز هم میخونن فوراً یک دقیقه که سعی کنی وقت دو رکعت وقت خلاص کرد، نمیفهمی که چه قسم قرآن خوان، چه قسم آیات خوان، چه قسم این کلش است. اینا لینیا کلشان از احسان خلاص شدن. پس هر عبادت از خود چی داره؟ ادب داره. مثل که ما و شما خوانیم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. حتی مثلا یک نفر صدقه میته، در صدقه خود بی ادبی میکنه و آداب صدقه را مراعات نمیکنه، اذیت میرسانه فقیره و سر از اون منت گذاری میکنه. اینه. پس الله متعال میگه که ان رحمت الله، یقین داشته باشین که رحمت الله قریب و نزدیک است برای کی؟ من المحسنین، کسانی که محسن هستند، ادب و اخلاق در عبادت ها مراعات میکنه. و ادب عبادات چه وقت مراعات میشه؟ وقت مراعات میشه که انسان مثلا امو احکام مراعات میکنه، حکم ازیر مراعات میکنه. و هو الذی، الله متعال امور ربوبیت خدا بیان میکنه، توحید ربوبیت. و هو الذی، و الله ذاتی است که یرسل الریاح، که این بادها را میفرستد، بشرن، بشارت دهندگان، بین یدی رحمت، در بین رحمتش، حتی تا زمانی که اذا اقلت، وقتی که امیا بردارن، سحابا ثقالا، ابرهای ثقیل یا گرانبار را، امی ابرهای را میارن که این ابرها چی هستن؟ خوب ثقیل هستن و پر از آب هستن و باران هستن. سقناهم، روان میسازیم، امی سقناه روان میکنیم، امی بادها را، امی ابرها را، لبلد میت، به یک شهری که او بیخی مرده. چه قسم مرده است که سعی کنی زمینایش کم توتا شدن. همین زمین سعی کنید تو یگان جای میری که همین زمین همه تو بیخی شکافته، تکه شده است، مرده واره، مثل که مرده رو ببینید که دست پایش قطع شده، همین زمین رو میخیزم. الله متعال میگه سعی کنین که این قدرت الله هست که در این منطقه وقتی که همین ابرها رو روان میکنن برای یک بلد، یک شهری که او بیخی مرده هست از دست تشنگی و بیابی و خشکسالی. فانزلنا، باز الله متعال میگه فانزلنا، باز ما نازل میکنیم به ای الماء
آب را، تعظمی ابرها آب روان میکنیم. فاخرجنا، پس خارج میکنیم بهی با واسطه آن من کل الثمرات، توسط همین آب از هر ثمره، هر نبات. ببینید که نباتات هست، مثلا ببینید حیوانات هم تغذیه میشن، ببینید که مثلا میوه ها هست، درخت ها هست، کل از اینا. کذالک الله متعال میگه این مثال ما بر شما بیان کردم وقتی که شار فوت کرده بود و تکه تکه بود و خشک بود، ابر روان کردم که مخلوق ما هست، متوجه هستین؟ و اینجا باران آب مخلوق ما هست روان کردم که این دوباره کل از اینا رو زنده کرد. کذالک اینمی قسم شما انسان ها وقتی که میمورین نخرج الموتى، باز ما مرده ها را از قبرهایشان مثل نمی زمین واره باز میکشیمشان. اینمی قسم که دانه ها، کذالک همین قسم در حدیث شریف میگه که این انسان ها که هست اینجا عجب الذنب میگن. عجب الذنب یک کلمه هست در احادیث من. چی است عجب الذنب؟ میگه کل وجود انسان میسوزه، کل وجود انسان خاک میشه، کل وجود انسان از بین میره الا عجب الذنب. عجب الذنب چی است؟ یک حجری است که در وجود انسان در کجای شیر علما چیز کردن، بعضی علمای ژاپن یا گفته بودن که در قسمت اینمی تخته پشت می موره کمر انسان است. اینال اینمی عجب الذنب که هیچ چیز از بین نمیره، اینمی زمین هست، در داخل اینمی چیزای زمین هست و در روز قیامت اینمی قسم الله متعال میگه که یارا باز ما خارج میکنیم. یعنی اینمی قسم که زمینه که خشک است، وقتی که این نبات بالا میشه میبینه که گلها و ترا چیز میشه، انسان ها را هم ببینه در احادیث میگه که همون انسان ها چی میشه، اینم از زمین میخیزن. الله متعال میگه کذالک اینمی قسم نخرج الموتى، ما خارج میکنیم بیرون میکنیم مرده ها را، لعلکم تذکرون، شاید که شما به یاد بیاورین. والبلد الطیب، و فکرتان باشه آله یکی بلد طیب است و یکی هم خبیث است، یکی انسانهای با ایمان است، یکی انسانهای بی ایمان است. والبلد الطیب و شهر پاک یخرج نباته باذن ربه، خارج میشه یا بیرون میشه نباتات ازی باذن ربه، به اجازه پروردگارش. والذی و او نباتی که خبث خبیث و بد شده لا یخرج، بیرون نمیکند الا نکدا، مگر بیفایده. اگر بری اونجا باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. قرآن عظیم شان شفا هست و رحمت هست. برای کی هست؟ برای مؤمنا هست. حالا باران وقتی که میبینین باران در لطافت طبعش خلاف نیست، یک چیز لطیف است و در کل جای باران میباره. اما در دشت وقتی که برین در دشت ببینید که لاله هاست، گل لاله است. در شورزار چی است؟ در شورزار خس و خاشاک. اینمی قسم قرآن وقتی که آیات قرآن و احادیث رسول الله هم خوانده میشه، قلب کسی پاک باشه قلب از او پر از ایمان میشه. انسان خبیث که است هنوزم منافقتش، شرکش، گمراهیش هنوز زیادتر شده میره. فهمیدین؟ الله متعال میگه اینمی قسم است، اینم مخلوقات است. اناله کذالک نصرف، اناله نکدا بفایده، کذالک نصرف، الله متعال میگه اینمی قسم بیان میکنیم الآیات، آیات خود لقوم یشکرون، برای قومی که اونا باز شکر میکنن. کدام قوم شکر میکنن؟ اونایی که به نعمتهای الله تفکر میکنن. نتیجه تفکر در نعمتهای الله است چیه؟ سبب شکر میشه. لقد ارسلنا نوحا الی قومه، یقینا که ما ارسال کردیم یا فرستادیم نوحا. آل دیگه ما شما گفتیم که در این سوره قصه های موحدین میگن. در سوره قبلی دلایل عقلی بود، آل دلایل نقلی را بیان میکنن که بعضی کسا میگن که شما از نو آمدین یه عقیده را شما بیان میکنین. الله متعال میگه بر از اینا بگوین که ما ایره نو ناوردیم. از زمان آدم علیه السلام، از زمان نوح علیه السلام، از زمان پیغمبرها کلشان به می توحید دعوت میکردن. آل بسیاری کساست که از توحید گپ بزنی، از شرک گپ بزنی، از عقیده گپ بزنی، میگه سابق مردم خسر از این گپ نمیزدن. ما تمام روز که میشیم که وضو چند تا فرض داره و غسل چند تا فرض داره و اینا میاره میفتیم. شما از کجا شدین که وحدانیت الله را زیاد بیان میکنین، شرک زیاد بیان میکنین، مردم از شرک میترسانین؟ الله متعال آل در سوره قبلی چی را گفت برشان؟ دلایل عقلی را برشان مطابق عقل انسان ها بیان کرد و در اینجا مطابق عمود سنت و سیرت پیغمبرها بیان میکنن. الله متعال میگه ولقد یقین لقد ارسلنا، یقینا که ما چی کردیم؟ فرستادیم نوح علیه السلام الی قومه، به قومش. نوح علیه السلام به چی دعوت میکرد؟ از وضو نماز شروع کرده بود یا از عقیده و توحید؟ از کجا شروع کرده بود؟ شما میگین از نماز، از روزه شروع میکنین. یک نفر که عقیده صحیح نداشته باشه 1000 رکعت نماز نفل بخونه هیچ فایده برش نمیرسونه. اول از عقیده شروع کنین. چرا نوح علیه السلام چی بود؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومه، یقینا که ما
ما فرستادیم نوح علیه السلام الی قومی به سوی قومش فقال یا قوم اعبدوا الله، برشان گفت که ای قوم من اعبدوا الله، اطاعت از الله را بکنین، توحید عبادت یاد بگیرین. ما لکم نیست بر شما من اله هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود غیره بغیر از الله. انی اخاف و یقینا من میترسم علیکم بالای شما از عذاب یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، عذاب روز بزرگ. سر کی نازل میشه؟ سر کسی که در عبادت الله مخلوق شریک میکنه، کسی که در قانون الله شریعت الله دیگه مخلوقات شریک میکنه، قوانین دیگر میاره. بسیاری کساس یکی میگه من قانون امریکا را قبول دارم، دیگه میگه قانون فرانسه را قبول دارم، دیگه میگه سوسیالیسم قبول دارم، دیگه میگه مارکسیسم و دموکراسی را قبول دارم، باز میاد نماز الله اکبر نماز میخونه. خود تو عقیدت خراب شد. نوح علیه السلام گفت وقتی که شما در ذات الله این مشکلات ایجاد بکنین، باز من میترسم که شما در عذاب یوم عظیم، در روز بزرگ. قال الملأ من قومه، آل امی کلانکارا، بزرگها، تواغیت در هر قوم می باشن. قال الملأ، امو جماعت یا گروه کلانکارای از اینا، من قومش، از قومش گفتن اینا ما که هستیم لنراک، تو را میبینیم ای نوح علیه السلام فی ضلال، در گمراهی مبین آشکارا. این بیادبی و بد اخلاقی رسکن. قال یا قوم، باز نوح علیه السلام با بسیار زبان شیرین برشان گفت که یا قوم، ای قوم من لیس بی ضلال، در وجود ما کدام گمراهی نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، ولکن من رسول هستم، فرستاده هستم از رب العالمین. چون نوح علیه السلام وظیفهش در قوم خودش بود، از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمه قوم نامده. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه بر کلگی خطاب میکرد که کل بشریت است. ابلغکم رسالات ربی، ای برش میگه که من تبلیغ میکنم بر شما رساله ها، پیام های رب خدا، و انصح لکم، و نصیحت میکنم بر شما، و اعلم من الله، و ما میدانم از الله ما لا تعلمون، آنچه را که شما نمیدانین. او عجبتم، آیا تعجب میکنید، ان جاءکم، ای که آمد بر شما، ذکر من ربکم، ذکر حکم، ذکر اصلا فرمان الله را میگه. وقت واذکر الله، الله را ذکر بکنین، به این معنا هست که کتاب الله را بخوانین، احکام الله را یاد بگیرین. ذکر خود تنها این نیست که تو بگی الله 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 نام الله، بلکه ذکر این است که تو احکام واذکروا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اینجا ذکر یعنی فرمان الله بالای شما آمد. متوجه است اینجا ذکر به معنای فرمان، امو کتاب یا امو حکم الله. علی رجل منکم، به یک شخصی از خودتان، لینذرکم، تا بترسان شما را، ولتتقوا، و تا که شما با تقوا شوین، ولعلکم ترحمون، و شاید که بالای شما رحمت بیاید. پس وقتی که شما آنچه که در این کتاب است این شما اطاعت کنین، شما متقی میشین، با وضوح اکثر شما رحمت الله نازل میشه. اگر شما به اطاعت از کتاب الله و سنت رسولش نمیکنین، بالای شما نه تقوای دروغی است و رحمت ها مستحق نمیشین. فکذبوه، الله متعال میگه باز اینا تکذیب کردن نوح علیه السلام را، فانجیناه، باز ما نجات دادیم او را، والذین معه، و کسانی که همراهش بودن، فلکی در کشتی، و اغرقنا الذین کذبوا، و غرق کردیم کسانی را که تکذیب نمودن، به آیاتنا، به آیات ما، انهم کانوا قوما عمین، اینا یک قومی بودن که اینا چشم داشتن ولی نابینا بودن. بعضی کساس چشم داره لکن از چشم خود استفاده نمیکنه، اون نابینای حقیقی است. و الی عاد، الله متعال میگه همچنان به قوم عاد فرستادیم اخاهم، برادرشان را که هود علیه السلام بود. قال یا قوم، گفت ای قوم من، ای هم چی گفت؟ ای هم به توحید سعی کنین. پیغمبرا را میگه که او مردم، پیغمبرا کلش به وحدانیت الله دعوت میکردن. این هود علیه السلام گفت که اعبدوا الله، شما عبادت الله را بکنین، بغیر از الله عبادت به کسی دیگه نکنین. ما لکم، نیست من اله، معبودی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود، غیره، بغیر از الله. افلا تتقون، پس شما چرا تقوا نمیکنین؟ باز همی کلانکارا دیگه سب میخیزن، فلسفه گویا کلانکارا یا کس باز که همیشه میخیزن دیگه. تو باش، من یک سوال دارم، من یک رد دارم، من یک دلیل دارم. قال الملأ، میگه کلانای گمراهی از اینا، من قومی، از قومش گفت انا لنراک، باز بیادبیشان چی است؟ باز میده مقابل پیغمبر میخیزه، باز میگه انا لنراک فی سفاهه، تو را ما در جهالت میبینیم. یعنی برای شما دعوتگرا یک درس است که وقتی که انسانای بیدین تو را میگه تو جاهل هستی و تو بی عقل هستی و تو نافهم هستی، این بیادبی را در مقابل پیغمبرا کرده. ما و شما خرد از پیغمبرا کرده بلند نیست. ما را که گفت بگید خلاص الله چی میکنه که شما متوجه باشین که دیگه گپایشان متاثر نشین. یا اینقدر کافر و بیدین هستن که اگه پیغمبر در جای تو می بود او را میگفتن.
حال تو کار پیغمبر میکنی، تو هم همین گپا رو میزنن. انا لنراک، ما تو رو میبینیم، فی صفاحت، در جهالت، و انا لنظنک، بی ادبی دیگه شانی بود که باز برش میگه که ما او تو گمان میکنیم که من الکاذبین، تو از دروغگویا باشیم. قال یا قوم، باز این میگه برشانی پیغمبر گفت که یا قوم، ای قوم من، لیس بی صفاحت، من جاهل و بعقل نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، ولکن من فرستاده و پیغمبر هستم از جانب رب العالمین. ابلغکم رسالات ربی، تبلیغ میکنم بر شما امو پیام امو رسالت الله که است. و انا لکم ناصح امین، و ما بر شما یک نصیحتگر هستم، امین امانتکار میباشم. او عجبتم، آیا شما تعجب میکنید، ان جاءکم، ای که آمد بر شما، ذکر، پند، حکمت، قرآن، سنت، کتاب، دین، من ربکم، از جانب پروردگارتان، علی رجل منکم، بر یک شخصی از شما، لینذرکم، تا بترساند شما را، واذکروا اذ جعلکم خلفاء، و یاد کنین وقتی را که شما را جانشین گرداند. جانشین کی شد؟ من بعد قوم نوح، بعد از قوم نوح علیه السلام وقتی که هلاک شدن، باز شما را آورد. و زادکم فی الخلق بسطة، باز شما را چی کرد؟ در خلقتتان، در ساختمان وجودتان، در اناتومی وجودتان، بسطة، نیرومندی و تنومندی برتان ایجاد کرد. فذکروا آلاء الله، پس یاد کنین نشانه های الله را، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین. قالوا، گفتن، اجئتنا، قوم عاد دیگه گفتن، اجئتنا، آیا آمدی به نزد ما، لنعبد الله وحده، تا ما عبادت بکنیم الله را به یگانگیش، و نذر، و ما بگذاریم، ما کان یعبد، آنچه را که عبادت میکرد آباؤنا، پدران ما. فأتنا بما تعیدنا، پس بیار بر ما آنچه را که وعده میکنین، یا عذاب را که تو وعده میکنین، کنت من الصادقین، از جمله رازگویی هستی. قال، گفت هود علیه السلام، قد وقع علیکم، یقینا که واقع شده از بالای شما، من ربکم، از جانب پروردگارتان، رجس، عذاب، و غضب، و غضب. اتجادلوننی، آیا شما جدال میکنین، مجادله میکنین، گفتگو و بحث میکنین، فی اسماء، در مورد نامهایی که سمیتموها، شما او را مسما کردین، انتم و آباؤکم، شما و پدرایتان، شما این نامها را خستین، برای نامهای دروغی را بر معبودا جور کردین. ما نزل الله بها من سلطان، الله یاره هیچ کدام بالای از دلیل وجود نداره. فانتظروا، پس منتظر باشین، انی معکم من المنتظرین، من هم از جمله منتظران هستم. فانجیناه، الله متعال میگه پس ما نجات دادیم همین پیغمبر را، والذین، و کسانی که معه همراهش بود، برحمت منا، با رحمت خود. و قطعنا، و قطع کردیم، دابر الذین، ریشه و امو بنیاد و تهداب و اساس کسانی را که کذب و تکذیب نمودن به آیاتنا، با آیات ما، و ما کانوا مؤمنین، و مؤمن نبودن. و الی ثمود اخاهم صالحا، و فرستادیم به سوی قوم ثمود، مردمی که در ثمود بودن، اخاهم، برادرشان، صالحا، صالح علیه السلام. قال، گفت صالح علیه السلام، یا قوم، صالح علیه السلام هم الله میگه چی بودک؟ پیغمبر یکتاپرست بود، مسلمان بود. برای قوم خود چی را دعوت کرد؟ اول از عقیده. همین دعوتگرایی که به منهج پیغمبرها میرن، از کجا شروع میکنن؟ از عقیده شروع میکنن. این دعوتگرایی که باز نمیفهمن، بازی ها دیگه میان اول از احکام و از دیگه مسائل شروع میکنن، او مردمش کتش جور نمیه. اول که عقیده جور شد، باز کل اعمال انسان جور میشه. تهداب عقیده هست. گفت اعبدوا الله، عبادت کنید الله را، ما لکم، نیست، من اله، هیچ معبودی که ذاتش مستحق عبادت باشه و شریعتش قابل تطبیق و قبول باشه، غیره، بغیر از الله، قد جاءکم، یقینا که آمد بر شما، بینتون، دلیل روشن، من ربکم، از جانب پروردگارتان. آل صالح علیه السلام برای قوم خودشون واضحات، مردم ها شتر داشتن و مالی گپا داشتن، یک شتر هم من حیث معجزه الهی بیان کرد، امتحان الله هست که باید به این غرض نگیرن. هذه ناقة الله، اونجا که شترها بسیار زیاد است، لکن هذه ناقة الله، اینی ناقه است، این ناقه الله هست. اینجا یک موضوع بسیار مهم اعتقادی است. مسئله اعتقادی است که الله متعال بعضی اوقات وقتی که یک مخلوق به طرف خود نسبت میته، مضاف میسازه، در زبان عربی میگه مضاف و مضاف الیه. مثلا میگه ناقه الله، شتر الله، کل شتر از الله است. این شتر الله گفت، میگه به خاطر این نسبت چی است؟ تشریفی هست، که این شتر معجزه هست، یک عزت خاص داره. برین دیگه شترها را بکشین، بزنین، چپک کنین، ذبح کنین، گوشت بخورین، اماده شتر غرض نگیرین که عذاب سرتان نازل میشه. بیت الله نمی قسم، مثلا بیت الله هست. بیت الله چی؟ که الله متعال کل خانه الله هست. خیلی کعبه چرا بیت الله؟ میگه به خاطر که بیت مخلوق الله هست با شرف. ترجمه چی بشه؟ هذه ناقة الله، این شتر مخلوق الله هست، مخلوق با عزت الله هست. بیت الله این مخلوق الله هست، این چی هست؟
این مخلوق با شرف الله است. عیسی علیه السلام روح الله هست، یعنی عیسی علیه السلام مخلوق با عزت الله هست. و نفخت فیه من روح، در انسان ها الله میگه من روح خدا دمانم، یعنی روح انسان، روح مخلوق الله هست با عزت است. بعضی کسا میگه خب در انسان خود روح الله هست، خیلی در حیوانات چی است؟ این بسیار کلمه کفری هست. در انسان هم روح هست که مخلوق است، در حیوانات هم روح هست که مخلوق است. لکن روح مخلوق با روح انسان در چی تفاوت است؟ که روح انسان شرف داده شده، الله او را به خود نسبت داده، روح حیوانات به خود نسبت نداده. هر دو مخلوقش است. مثل که بیت الله شریف خانه امام خانه الله هست، بیت الله هم مخلوق الله هست. خانه امام مخلوق الله هست، لکن بیت الله را مسجد الله به طرف خود چی گفتن؟ و ان المساجد لله، گفته مسجد برگی است؟ برای الله هست. اما کارهایی که ما در خانه خود میکنیم در اینجا کرده نمیتونیم. بیت الله شریف با عزت است، روح انسان هم با عزت. فکرتان است فهمیدین؟ مثلا بسیار قوی اعتقادی است که بعضی کسا که نمیفهمین مسئله را گپ کفر میزنن. هذه ناقه الله، امی برشان گفت که هذه اینمی حیوان که است، ناقه شتر هست که مخلوق است، لکن الله متعال این معجزه ساخته، معجزه الله هست، مخلوق الله هست، این یک کرامت خاص داره. لکن برای شما آیتون معجزه هست، فذروها، پس این را بگذارین، ترک بکنین، تأکلوا که بخورد، فی ارض الله، در زمین الله، ولا تمسوها، و این را مس نکنین، دست نزنین، به سوء، یعنی غرض نگیرین، قتل نکنین، نکشین، ذبح نکنین. اگر کردین فیأخذکم، باز میگیرد شما را عذاب علیم، عذاب دردناک. واذکروا، و یاد کنین نعمتهای الله، اذ جعلکم، وقتی گردانید شما را خلفاء، جانشینان، من بعد عاد، بعد از عاد که هلاک کرد، شما را در جای از اینا خلیفه ساخت، جانشین ساخت. و بوأکم، و جای داد شما را فی الارض، در زمین، تتخذون که میگیرید، من سهولها، از جاهای نرمش. در زمین بعض جاهای او را سهول میگن، سهول جاهای نرمن که او بسیار نرم میشه. در او جاهای نرم شما چی جور میکنن؟ قصورن، یک تمدن بسیار بزرگ داشتن مردم عاد که یا قصرها و بلند منزلهای بسیار زیاد جور میکنن در جاهای نرم. و تنحتون، و میتراشین. نحت چی میگه؟ امو سنگ تراشی که میکنن، نه چی میگن؟ یک اصطلاح بسیار خوبش دارن، حکاکی. اینا حکاکی میکردن در کوها، از کوها بر خود بسیار چیزای لکس جور میکردن، مثل بیوتان، خانه ها واره. فذکروا آلاء الله، پس یاد کنید شما آلاء الله، امو نعمتهای الله را. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و تباهی و بربادی و خرابی نکنین در زمین، مفسدین، فسادکاران. قال الملأ، باز امی ملأ چی رو میگه؟ ملأ یک گروه متکبر و خودخواه. متوجه هستین؟ اینی مردمای خودخواه و متکبر می باشن، از خوانین می باشن، از سیاسیون می باشن، از پولدارا و تجارا می باشن. اینی مردمای خطرناک آمدن، استکبروا، قال ملأ الذین، او گروهی که تکبر میکردن، من قومش. اینا چی گفتن؟ للذین، برای کسانی که استضعفوا، یعنی ناتوان بودن. چون مردمای ناتوان پیغمبرا همیشه وقتی که از حقوق دفاع میکنن، مردمای ضعیف امرای پیغمبرا می باشن. باز اینا مردما آمدن برای این مردمایی که ضعیف شده بودن، میگفتن که لیمن، کسانی که آمنا، ایمان آورده بودن، منهم، از ایشان. اتعلمون، آیا میدانین شما، ان صالحا مرسل من ربه، که صالح فرستاده شده است از جانب پروردگارش. قالوا، امی مسلمان ها گفتن، انا بما ارسل به، ما با آن چیزی که فرستاده شده مؤمنون، ایمان داریم. امی ضعیفا و مردمای معقول. قال الذين، مؤمنا و مردمای معقول. قال الذين استكبروا، قال گفتن الذين، کسانی که تکبر کرده بودن، انا بالذي آمنتم به کافرون، ما با او چیزی که شما ایمان آوردین ما کافر هستیم. فعقروا الناقه، باز اینا آمدن کشتن، ذبح کردن، عقر کردن ناقه را. عقر بر ناقه در عربی استعمال میشه، همون ذبحش که میکشش، نه یا نحر میگن. اینا کشتن اینمی شتر، امی شتر که الله اینا را منع کرده بود، معجزه بود، امتحان بود. و عتوا عن امر ربهم، و سرکشی کردن از امر پروردگارشان. و قال، و گفتن یا صالح، آل خوی را کشتن. آل دیگه کلانکاری میکنن، چی میگن؟ ائتنا بما تعیدنا، بیار این آل عذاب سر ما، بیار این کنت من المرسلین، اگر تو واقعا پیغمبر هستی. الله متعال میگه فاخذتهم الرجفه، یک دفعه گرفت اینا را یک زلزله بسیار خطرناک، یک زمین لرزه بسیار خطرناک. فاصبحوا، پس صبح وقتی که مردم آمدن در صبح داخل شدن، اصبحوا ای دخلوا فی الصبح، وقتی که همین صبح شد که دیدن که مردم میرن سهل، میگن فی دارهم، که در بین اون منازلشان، جاثمین، اموت جثمان، چی رو میگه؟ جسدهایشان اموت هلاک شده افتاده بودن.
فکر می فتول عنهم، پس رو گردانید از ایشان، رو بگردانیدشان. و قال یا قومی، و گفت ای قوم لقد ابلغتکم، یقینا که من تبلیغ کردم بر شما رسالت ربی، امو پیام پروردگار خود را، و نصحت لكم، و نصیحت کردم، ولکن لا تحبون الناصحین، و شما دوست نداری نصیحتگرا را. آل یک قوم مجرم دیگر را بیان میکنن، و یک قوم مجرم دیگه که قوم لوط علیه السلام بود. و لوط علیه السلام که پیغمبر معصوم و پاک الله بود، این الله متعال فرستاده بود به یک قوم. اذ قال لقومه، بر قوم خود گفت که اتأتون، آیا شما مرتکب میشوید الفاحشه، یک گناه بسیار زشت را که ما سبقکم، که سبقت نکرده قبل، یعنی انجام نداده، بها این گناه جریمه را، من احد من العالمین، یکی از امی مخلوقات. یعنی تو گناه میکنین که این همجنسگرایی میگفتن. اینا رو شما چی میکردن؟ شما این کار عمل زشت همجنسگرایی را میکردن که هیچ کس قبل از شما نمیکردن. انکم یقولون، شما کسی لتأتون مرتکب میشوید گناه ها را، الرجال مردها، شهوتن با مردها شهوت خود، خواهشات نفسانی خود پورا میکنین، من دور النساء، با خانم ها نکاح نمیکنین. بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قومی هستین که اسراف زیاده رونده هستین، در حق الله بیادبی میکنین. و ما کان جواب قومه، و نبود جواب قومش، آلی مردمای بیدین چی گفتن؟ الا ما ان قالوا، مگر که گفتن اخرجوهم، بیرون کنین امی لوط علیه السلام و کسایی که مسلمان هستن مؤمن هستن. از کجا بیرون کنین؟ من قریتکم، از قریتتان، انهم انا اناس، مردمایی هستن که یتطهرون، پاکی را دوست دارن. یتطهرون، اینا پاکی را چی میگن؟ دوست دارن. فانجیناه و اهله الا امرأته، باز الله متعال میگه که ما نجات دادیم خود کی را نجات دادیم؟ لوط علیه السلام که پیغمبر بود، و اهله و خانواده از اینا که مسلمان بودن. یک کسی در خانواده لوط علیه السلام مؤمن ایمان نداشت، امرأته خانمش بود، الا امرأته، همسرش کافر بود. کانت من الغابرین، بود از جمله اینمی فسادکارا و کافرا. و امطرنا علیهم، الله متعال میگه که بالای از اینا چی جزاره؟ امطرنا، مطر اصلا چی میگن؟ مطر اصلا نمیگن، باران میگن. و امطرنا علیهم مطرا، الله متعال میگه باران کردیم بالایشان، مطرن، بارانی که او از سنگ بود. فانظر، پس ببین کیف کان، چگونه بود عاقبت المجرمین، که چه قسم از عاقبت مجرما یا نتیجه مجرما چی هست. و الی مدین اخاهم شعیب، و به مدین برادرشان که شعیب علیه السلام بود ایره فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای قوم عبادت کنید الله را، ما لکم، نیز برای شما، من اله، هیچ کسی که مستحق ازی باشه که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه غیره، بغیر از الله. این هم پیغمبر موحد و یکتا پرست بود، به عبادت یگانگی الله مردم دعوت میکرد. قد جاءتکم بینه، یقینا بر شما دلایل روشن آمده، من ربکم، از جانب پروردگارتان. این پیغمبرها در مسائل اقتصادی هم نقش داشتن، یعنی پیغمبرها در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع، در تمام از اونها دعوت میکردن. کسایی که دین با سیاست و با اقتصاد جدا میکنن، اینا به قرآن باور ندارن. این پیغمبر بر از اینا گفت فاوفوا الکیل، در مسائل اقتصادی شما کاملا ادا کنید الکیل، پیمانه را، و المیزان، و ترازو را، ولا تبخسوا، و کم ندهید الناس، مردم را، اشیاءهم، چیزهایی که اونا امرای شما معاملات تجارتی میکنن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، شما در زمین فساد نکنید بعد از اصلاحش. ذلکم خیر لکم، اینمی بر شما بسیار بهتر است، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشین. ولا تقعدوا، و شما نشین، بكل صراط، در مقابل هر راهی که توعدون، شما تهدید میکنین، و تصدون، و منع میکنین. انسان های بیدین همیشه در راه مؤمنان استاد میشن و راه را بند میکنن. بری در مجلس نرو، در مجلس قرآن نرو، در مجلس حدیث نرو، اوشکو کتازیا نشینی، اوشکو کت فلانیا نشینی، اوشکو در درس ترجمه نری، اوشکو در این راه این گپا را کافرها میزدن. الله متعال میگه این صفت کافرها هست که همیشه شما را مانع میشن، نرید اون مجلس، باز بندی میشی، باز ضعیف میشی، باز مثلا چطور میشی، باز تو میشی، باز تو میشی، راه میکنن. الله متعال میگه او مردمای بیدین، او مردمای کافر، او مردمایی که شما از دین الله بی خبر هستین، ولا تقعدوا، و نشین، بكل صراط، در مقابل هر راه توعدون، که مردم تهدید میکنین، و تصدون، و مانع
میشین عن سبیل الله از راه الله. کی مانع میشن؟ من آمن، کسانی که آمن به ایمان به الله آوردن و تبغونها و شما کافرها امید چی میگن؟ همیشه آرزو و هدفتان چی است؟ ای وجه که شما راه دین اسلام بر مردم کج نشان بدین، برشان بگوین که اینا تروریست هستن، اکستریمیست هستن، فاندامنتالیست هستن، افراطی هستن. همیشه یارو چی میگن؟ به القاء شبهات، شبهه ها را در دین ایجاد میکنین. واذکروا و زیاد کنید کنتم قلیلا که شما کم بودین، فکثرکم و زیاد کرد شما را الله. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینین که عاقبت مفسدا چی بود، از اینا درس بگیرین و نمو قسم الله شما را هلاک میکنه مثل که اونا را هلاک کرد. و ان کان طائفه منکم، اگر یک طایفه از شما آمنو ایمان آوردن بالذی ارسلت به، با آن چیزی که ما فرستاده بودیم، و طائفه لم یؤمنوا، و یک طایفه ایمان نآوردن، حتی تا زمانی که یحکم الله بیننا، تا که فیصله بکند الله در بین ما، و هو خیر الحاکمین، و الله بهترین فیصله کننده ها هست. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.